بچه‌ها فکر کنید این بازی آخرمونه، یعنی تنها امیدمون این بازیه. ما میخوایم بریم این بازی رو ببریم هر طور شده، چون فکر کنید آقا ما اگه این بازی رو خدای نکرده نتیجه نگیریم هممون باید بریم خونه‌هامون. تمام فکرمون تمام تمرکزمون رو میذاریم برای این بازی که این 3 امتیاز رو بگیریم. بریم نشون بدیم که داماک همیشه زنده است. انشالله که همیشه سربلند باشید، هیچ چیزی استرس به ما وارد نمیکنه، ما قوی‌تر از اون چیزی که خودمون باور داریم خودمونو میریم برای هوای خوب، بازیکن خوب، عشق خوب، یه برد خوب. کی میبره؟ داماک! کی میبره؟ داماک! کی میبره؟ داماک! اونها ما اونا رو شیر کردیم، نزدیم گل کردیم رو اونا شیر شد. اگر اونا گل دوم میخوردن میرن رو 14 پشته. من اینا براتون می‌نویسم. حالا اشکال داره یکی چیز دقت کنید. نیا کنید اینجاها سامان جان، اینجاها دفاع اجتماعی. من مطمئنم نیمی دوم ما اینا رو دو تا سه ما اینا مطمئنم. من اینجا اشتباه این تیم تنها ویژگی که داره رو خط مثل شما خوش تبدیل کنه. این تیم اگر از اینجا به این ور و از اینجا به این ور بهش حمله بکنید این تیم مشکل داره. از قطر راست به زل و سل یا چپ و از قطر چپ به زل و سل یا راست. آغازتون هست؟
بعد اینقدر عقب نشینی چرا؟ برای چی عقب نشینی کنیم آقای اسلام آباد؟ من اصلا صدا آزاری نشینیم بگه عقب نشینی. برای چی نمی‌رسیم عقب؟ ما عقب نشینی اون رو رشید کرد که ما رو معلوم کنه.